با درود خدمت شما همراهان عزیز به کانال فال ما خوش آمدید. با فال حافظ در خدمت شما عزیزان هستیم. با خلوص دل نیت فرمایید. غزل شماره 110 از دیوان حافظ. پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد. از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر، ای دیده نگه کن که به دام که در افتاد. دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم، چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد. از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد، بس کشته دل زنده که بر یکدیگر افتاد. بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با دردکشان هر که در افتاد بر افتاد. گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد، با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد. حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود، بس طرفه حریفیست که اکنون به سر افتاد. تعبیر فال: کاری به عهده شما قرار گرفته است که فراتر از توان و قدرت شما می باشد، اما با کمی تلاش و کوشش و استفاده از کمک دیگران قادر به انجام آن خواهید بود. توجه داشته باشید که از زیاده روی خودداری کرده و حد و حدود خود را در هر امری رعایت کنید. با صداقت عمل کنید تا بتوانید به آرزوهایتان دست یابید. چرا که با دیگران با حیله رفتار کنید، خودتان نیز در مکر و حیله و تقلب گرفتار خواهید شد و این وضعیت ناگواری است که پایان خوبی برای شما نخواهد داشت. پس از مدت‌ها بالاخره یک ایده و فکر جدید به ذهنتان رسیده است که نیروی تازه‌ای به شما می‌بخشد. اما شما بر سر دوراهی قرار گرفته اید و نظر خوبی ندارید. باید بدانید که تردید عامل شکست می‌باشد. پس فوری تصمیم بگیرید و یکی را انتخاب کنید و با دقت، سرعت عمل، وقت شناسی و علاقه اقدام نمایید. به قول کنفوسیوس، سفر هزاران کیلومتری با یک گام آغاز می شود. یکی به شما خیانت کرده، تا آخر همین ماه سزا و صدمه‌اش را شدیداً خواهد دید. پس او را به خداوند واگذار کنید. از لحاظ احساسی نیز دودل هستید که رها کنید یا خیر. در این مورد رها کردن به نفع شما می باشد و شما چیزی از دست نمی دهید. بلکه در همین ماه ملاقاتی در پیش خواهید داشت که بسیار خوب و عالی و مطلوب دل شما خواهد بود. با رویاهایتان بخوابید و با اهدافتان از خواب بیدار شوید.